با سلام به شما دانش آموزان عزیز. در این جلسه مبحث فیزیک هسته‌ای رو شروع می‌کنیم و قسمت‌های مربوط به ساختار هسته، پایداری هسته و پرتوزایی طبیعی رو بحث می‌کنیم. خب، آشنایی با فیزیک هسته‌ای در واقع فیزیک هسته‌ای شاخه‌ای از علم فیزیکه که در اون با ساختار هسته، برهم‌کنش‌هایی که داره و واپاشی هسته‌های اتمی در واقع سر و کار داره. خب، برای اینکه ساختار هسته رو بشناسیم خیلی خوبه که ابعاد اتم و هسته رو نسبت به اتم بدونیم که به چه ترتیبه. ابعاد اتم تو اندازه‌گیری ها متوجه شدن که حدود 10 به توان منهای 10 متر. خب عدد خیلی کوچیکیه. اما هسته رو که اندازه‌گیری کردن متوجه شدن که شعاعش تقریباً 100,000 شعاع اتمه. یعنی 100,000 برابر از شعاع اتم کوچیک‌تره. یعنی هسته وقتی اندازه‌گیری شده دیدن حدوداً 10 به توان منهای 15 متره که همین 100,000 برابر از ابعاد اتم کوچیک‌تر میشه. و خب هسته شامل پروتون ها و نوترون هاست و در حقیقت این قسمتی که اطراف هسته است در اتم رو بهش میگن ابر الکترونی. یعنی تمام محدوده های دور هسته که الکترون میتونه تو اونها وجود داشته باشه و البته خب میدونیم در یک مدارهای خاصی که کلاً به مجموعه این قسمت میگن ابر الکترونی. خب هسته گفتیم که از نوترون ها و پروتون ها تشکیل شده که در اصطلاح عام بهش نوکلئون میگن و نوترون توسط یک دانشمند فیزیکدان انگلیسی به نام چادویک کشف شد و امروزه میدونیم که نوترون ها بار ندارن و جرمشون از جرم پروتون ها یه مقدار بیشتره. یه جدولی توی کتابتون مطرح کرده که یه سری مشخصات از همین اجزای اتم رو بشناسین. اجزای اصلی اتم که نوترون ها و پروتون ها و الکترون ها هستن دیگه. بار الکتریکیشون و جرمشون. الکترون و پروتون بارشون رو میشناسین. خب الکترون بارش رو با منفی نشون میدیم. این عدد 1.6 در دفتر منهای 19 که دیگه براتون خیلی آشناست. پروتون همینقدر بار داره فقط با علامت مثبت. نوترون ها هم که اصلا بار ندارن. جرماشون رو بهتون معرفی کرده. خب جرم الکترون میدونید بسیار کوچکتر از جرم پروتون و نوترون هست و جرم نوترون یه خورده از جرم پروتون بیشتره. با یکای جرم اتمی هم دیگه امسال کار نداریم. مبحثش حذف شده از قسمت کتاب‌های ما در همین بحث فیزیک هسته. خب تعداد پروتون های هسته رو عدد اتمی میگن. میشناسید اینو از قبل و با حرف Z نمایشش میدن و خب طبیعیه که بدونیم در عنصرهای مختلف عدد Z متفاوته دیگه. و همچنین در یک اتم وقتی خنثی‌ست تعداد پروتون هایی که داخل هسته هستن با تعداد الکترون هایی که اطراف در واقع هسته تو اتم هستن برابره. و تعداد نوترون ها رو هم بهش عدد نوترونی میگیم و با حرف N بزرگ نمایش میدیم. اینا رو قبلا تو شیمیتون خوندیم. جمع این دوتا عدد اتمی و عدد نوترونی رو بهش میگن عدد جرمی با حرف A بزرگ نمایش داده میشه که خب در واقع میشه جمع Z و N دیگه. این هم براتون آشنا هستش. پس در حقیقت به A میگن عدد جرمی که مجموعه تعداد پروتون ها و نوترون هاست. Z خودش به تنهایی تعداد پروتون هاست یا عدد اتمی و N عدد نوترونی که همون تعداد نوترون ها میشه. خب وقتی میخوان یک عنصر رو نمایش بدن معمولاً با یک نماد شیمیایی نمایشش میدن. اگر فرض کنیم این نماد X باشه معمولاً سمت چپش در قسمت بالا عدد جرمیش رو می‌نویسن و در قسمت پایین عدد اتمی. همچنین در سمت راستش هم در قسمت پایین عدد نوترونیش رو نمایش میدن. منتها نوشتن این عدد نوترونی واقعا ضروری نیست چون شما Z رو از A کم کنید خب عدد نوترونی به دست میاد و به راحتی قابل محاسبه است. خب مثلا وقتی بخوایم یک عنصر مثل آلومینیوم رو نشون بدیم میتونیم به این صورت نشون بدیم AL 2713 یا اینکه فقط بگیم AL 27 یا مثلا برای یه عنصر دیگه مثل بور باز به همین ترتیب سمت چپ بالا عدد جرمیش و پایین سمت چپش عدد اتمیشه و حالا گفتم عدد نوترونی رو لزومی نداره حتما بنویسید. خب ایزوتوپ ها ببینیم چیا هستن. ویژگی های هسته رو خب طبیعتاً تعداد پروتون ها و نوترون ها تعیین میکنن. خواص شیمیایی هر اتم رو بچه‌ها تعداد پروتون های هسته تعیین میکنه یعنی عدد اتمیش. پس بنابراین هسته هایی که تعداد پروتون مساوی دارن خواص شیمیایی یکسانی دارن. چرا گفتیم
چون خواص شیمیایی رو تعداد پروتون ها مشخص میکنه دیگه، یعنی عدد اتمی. پس وقتی تعداد پروتون ها در یک سری هسته یکسان باشه خواص شیمیاییشون با هم یکسانه، در حالی که ممکنه تعداد نوترون هاشون فرق کنه. ما به این عناصر که تعداد پروتون هاشون یکسان، یعنی عدد اتمی یکسانی دارن، خواص شیمیاییشون هم یکسانه، اصطلاحاً میگیم ایزوتوپ یا هممکان. حالا چرا میگیم هممکان؟ چون همشون در یک خانه جدول تناوبی هستن، هممکانن دیگه. خب پس اینم دقت کنید که ایزوتوپ ها هم تعداد پروتون هاشون مساویه، هم خواص شیمیاییشون یکسانه و هم اینکه در یک خانه جدول تناوبی هستن. این 3 تا ویژگی شما همین الان برای ایزوتوپ میتونید نام ببرید. خب مثلا ایزوتوپ های کربن 12 و 13 به این شکل نوشته میشن که هر تاشون عدد اتمیشون 6. چند تا از ایزوتوپ های خیلی معروف رو تو کتابتون اینجا نام برده. مثلا هیدروژن 2 تا ایزوتوپ خیلی معروفش دوتریوم و تریتیوم هستن که به اصطلاح ایزوتوپ های هیدروژنن. کربن به همین ترتیب، کربن 12 و 13 و 14 که خب ببینید عددهای اتمیشون مثل همه، فقط توی تعداد نوترون هاشون با هم متفاوتن. و همچنین اورانیوم که هر دوتاشون اورانیوم 235 و 238 که عدد اتمیشون 92 ولی خب عدد جرمشون و یعنی عدد نوترونیشون با هم فرق میکنه. اینا چون ایزوتوپ های خیلی معروفیان نام برده شده و خب حالا درصد فراوانیشون در طبیعت که خب اینا لازم نیست حفظ باشید ولی بشناسید، خیلی خوبه. خب یه تمرین داریم اینجا. با توجه به آنچه تاکنون دیدید و همچنین با استفاده از جدول تناوبی عناصر که در پیوست کتاب آمده، نماد هسته را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید. ایزوتوپ فلور F با عدد نوترونی 10. خب بچه اگر فلور رو بریم از تو جدول تناوبی پیدا کنیم میبینیم که عدد اتمیش زدش 9. عدد جرمیش چند میشه؟ 9 و کافیه با 10 جمع کنید که میشه 19. عدد جرمیش به دست میاد. حالا با یکی از اون 3 تا نماد که یاد گرفتیم اگر بخوایم فلور رو نمایش بدیم میتونیم به این اشکال نمایش بدیم. این کاملترین نوع نوشتنشه، نمایش این عنصر F19 که عدد نوترونیش 10 که گفتیم قبلا نوشتن این 10 لازم نیست، میشه نوشتش F19 یا فقط بنویسیم F19. ولی این قسمت وسطی بهترین نوع نمایش در حقیقت یک عنصره. به همین ترتیب ایزوتوپ قلع Sn با عدد نوترونی 66. باز دوباره اگر بریم تو جدول قلع رو نگاه کنیم میبینیم که عدد اتمیش 50. 50 رو با 66 جمع کنیم میشه 116 که عدد جرمیش هست. پس بنابراین قلع رو میشه به همون شکلی که برای فلور هم داشتیم نمایش بدیم. گفتیم بهترین شکلش این حالت Sn 116 و 50. خب بریم سراغ بحث پایداری هسته. بچه ها بیشتر جرم اتم در هستش متمرکز شده، یعنی هسته اتم خیلی خیلی چگالیش بالاست. محاسبه ها نشون دادن که چگالیش در حد 10 به توان 14 گرم بر سانتی متر مکعبه. این واقعا عدد بزرگیه. برای اینکه بزرگیشو متوجه بشین یادتون بندازم به چگالی آب. چگالی آب چند گرم بر سانتی متر مکعب؟ 1000 گرم بر سانتی متر مکعب، یعنی 10 به توان 3. ببینید 10 به توان 14 نسبت 10 به توان 3 10 به توان 11 برابر بزرگتره، یعنی 100 میلیارد برابر بزرگتره. و خب چرا داریم راجع به این صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم راجع به پایداری هسته حرف بزنیم دیگه. و خب حالا چه چیزایی از ویژگی‌های هسته رو باید بدونیم. چگالیش پس خیلی زیاده. پس چی شده که اتم ها چگالیشون اینقدر زیاد نیست در کل؟ به خاطر اینکه بیشتر فضای اتم خالیه دیگه. الکترون ها خب خیلی جرمشون کمه و بنابراین اون جرم خالی، اون قسمت فضای خالی با این جرم به اصطلاح این قسمت چگال که در یه ناحیه خیلی کوچیکی تو وسط اتم هست، در مجموع چگالیش اینقدر زیاد نمیشه. خب حالا پس خیلی خوبه که مرتبه بزرگی چگالی هسته رو لطفاً بشناسید چقدر. حالا ما در ضمن میدونیم نیروی الکتروستاتیکی رانشی، همون نیروی کلنی که بین پروتون‌های درون هسته هست خیلی قویه. یعنی ما میدونیم پروتون‌هایی که داخل هسته هستن به شدت همدیگر رو دفع میکنن، رانشیه دیگه. خب پس با این حساب چی باعث میشه که هسته از هم نپاشه
وقتی یه همچین نیروی دافعه قوی بین پروتون ها هست، پس حتما باید یه نیروی جاذبه‌ای باشه که اجزای هسته رو کنار هم نگه داره. در واقع اون نیرویی که حاصل از نیروی گرانشی هست و بین نوکلئون هاست انقدر ضعیفه که نمیتونه با اون نیروی الکتریکی کلونی در واقع مقابله کنه. شما یه نیروی گرانشی هم خوندین دیگه در به اصطلاح قسمت دینامیکتون. این نیروی گرانشی در حقیقت نیرویی است که بین هر دو جرمی میتونه واقع بشه. خب پس به خاطر همین دانشمندان متوجه شدن حتما بین نوکلئون ها یک نیرویی هست به اسم نیروی هسته‌ای. نیروی هسته‌ای هست که میتونه با وجود اینکه پروتون ها به هم نیروی رانشی بسیار قوی وارد میکنن، اما نوکلئون ها رو کنار هم در داخل هسته نگه داره و اجازه نده که هسته بپاشه از هم. نیروهای هسته‌ای کوتاه بردن و تنها در فاصله های کوچیک هسته اثر میکنن. نگاه کنین اینجا یک شبیه سازی از پروتون ها و نوترون ها. پروتون ها رو با رنگ قرمز نمایش داده و نوترون ها رو با رنگ سبز. در حقیقت نوکلئون ها حالا فرقی نمیکنه چه پروتون ها چه نوترون ها، اینا فقط میتونن به نوکلئون های مجاورشون نیرو وارد کنن. برای همین میگیم اینا کوتاه برد هستن و در فاصله های کوتاه اثر میکنن. خب ضمناً نیروی هسته‌ای مستقل از بار الکتریکی، یعنی کاری نداره که بار الکتریکی این نوکلئون داره یا نداره، پس براش فرقی نمیکنه که پروتونه یا نوترون. پس لطفاً نیروی هسته‌ای رو ویژگی‌هاشو بشناسیم. کوتاه برده یعنی چی؟ یعنی در فاصله بسیار کوتاه و فقط بین نوکلئون‌های مجاور هم اثر میکنه، همچنین مستقل از بار الکتریکیه. پس این شد ویژگی‌های نیروی هسته‌ای. خب حالا یه چیز دیگه این که این نیروی ربایش هسته‌ای بین دوتا پروتون همون قدره که بین دوتا نوترونه یا بین یک پروتون و نوترونه. برای همینه که میگیم نیروی هسته‌ای در واقع هیچ فرقی براش نمیکنه که پروتون باشه یا نوترون باشه. از منظر نیروی هسته‌ای اینا با هم فرقی نمیکنن، به خاطر همین کلا بهشون میگیم نوکلئون ها. خب حالا پس گفتیم برای اینکه پایدار بمونه هسته باید اون نیروی دافعه الکتروستاتیکی که بین پروتون ها هست با نیروی جاذبه بین نوکلئون ها که همون نیروی هسته‌ای هست متعادل شده باشه، موازنه شده باشه تا هسته بتونه پایدار بمونه. اما دقت کنین نیروی الکتروستاتیکی بلند برده و یک پروتون میتونه به تمام پروتون های داخل هسته نیرو وارد کنه. برای اینکه خوب متوجه بشین دوباره همون شکل رو نگاه کنین. نوکلئون ها فقط میتونن به نوکلئون های مجاور خودشون نیرو وارد کنن، یعنی هر پروتون یا هر نوترون فقط به نوکلئون های نزدیک خودش نیرو وارد میکنه. اما مثلا این پروتونه خب میتونه به تمام پروتون های داخل هسته نیروی دافعه ایجاد کنه و وارد کنه. یعنی اینکه چون نیروی در حقیقت کلونی بلند برده و خیلی هم قویه میتونه در حقیقت به تمام پروتون های داخل هسته نیروی دافعه رو وارد کنه. پس بنابراین هر چی که تعداد پروتون ها زیاد میشه این نیروی دافعه هم خیلی بزرگتر میشه دیگه. برای اینکه هسته بخواد پایدار بمونه هی باید تعداد نوترون ها درون هسته چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. برای اینکه قشنگ متوجه این قصه بشین یه نمودار اینجا تو کتابتون رسم شده که برای تمام عناصری که موجود هستن نسبت عدد اتمیشون به عدد نوترونیشون در واقع در نظر گرفته شده. اگر دقت کنین این در حقیقت این محدوده هسته هایی هستن که کلن توی طبیعت هستن. این قسمت های آبی رنگ هسته های پایدارن، این قسمت های زرد رنگ هسته های ناپایدارن. حالا یعنی چی هسته های ناپایدار؟ دقت کنین پایدارترین هسته‌ای که در طبیعت هست مربوط هست به عنصر بیسموت با عدد اتمی 83. یعنی عدد اتمی 83 رو بیاین نگاه کنین، اینجا ما میتونیم هنوز یک عنصر داشته باشیم که پایداره. از 83 به بالا دیگه عناصری که در طبیعت هستن معمولاً واپاشی شدن، دیگه عملاً تو طبیعت نیستن چون پاشیده شدن، از بین رفتن. چرا؟ چون انقدر تعداد پروتوناشون زیاد شده که دیگه
اون نیروی هسته‌ای نتونسته هسته رو متمرکز نگه داره و هسته پاشیده شده است. نگاه کنین تا وقتی هسته ها سبکن تا حدود Z مساوی با 20 تقریبا تعداد پروتون ها و نوترون ها با هم برابره، N مساوی با Z. اما وقتی که هسته ها دیگه سنگین میشن، سنگین شدن یعنی Z بزرگ شدن، عدد اتمی بیشتر شدن، دیگه اون وقت ببینین نمودار به سمت محور N کج شده، خم پیدا کرده. دیگه از این خطی که نشون میده N مساوی با Z این منحرف شده به سمت محور N. یعنی چی؟ یعنی با بزرگ شدن Z تعداد N داره خیلی بیشتر بزرگ میشه، یعنی بیشتر از Z میشه تعداد نوترون ها برای اینکه هسته ها بتونن پایدار بمونن. و خب اینجا بد نیست، اینم بدونید که پایدارترین هسته که در طبیعت هست بیسموت 83 هستش. خب پس اینجا هم باز گفته که اون نقطه های آبی رنگ مربوط به هسته های در واقع پایداره و نقطه های زرد رنگ در حقیقت هسته های پرتوزای ناپایداره. چرا پرتوزا میگیم؟ چون به خاطر ناپایداری هسته از هم وا میپاشه و پرتوزایی ایجاد میکنه. خب در میان عناصر ناپایدار که عدد اتمیشون از Z مساوی با 83 بیشتر هست، توریوم که زدش 90 و اورانیوم که زدش 92 تنها عنصرهایی هستن که واپاشیشون انقدر کنده که میلیاردها سال طول کشه، یعنی حتی قبل از تشکیل منظومه شمسی اینا وجود داشتن و فقط یه مقدار کمیشون هنوز واپاشی شده. اینا هنوز تو طبیعت هستن ولی همچنان در حال واپاشی هستن. خب یه پرسشی داریم در مورد همین نموداره. هر نقطه آبی رنگ تو اون نموداری که توی شکل قبل دیدیم نشان دهنده یک هسته پایدار. با توجه به این نمودار به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. قسمت الف، نسبت تعداد نوترون به تعداد پروتون یعنی N به Z برای هسته‌های پایدار مختلف ثابت است یا متفاوت توضیح دهید. و قسمت ب، ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر چگونه میتوان با استفاده از این نمودار تشخیص داد. خب اول بریم سراغ قسمت الفش و باز هم این نمودار رو ببینیم. خب اینو همین الان براتون توضیح دادم. این خط قرمز نشانه N مساوی با Z. خب پس یعنی نشون میده که اگر عنصرها روی این خط وجود داشته باشن تعداد پروتون ها و نوتروناشون با هم برابر. پس گفتم بهتون تا Z مساوی با 20 تقریبا N و Z با هم برابر، یعنی همون تعداد که پروتون هست توی هسته همون تعداد نوترون هم هست. اما وقتی که عدد اتمی از 20 شروع میکنه به بالاتر رفتن، برای اینکه هسته ها بتونن پایدار باشن تعداد N ها هی بیشتر و بیشتر از Z میشه تا اینکه توی این قسمت، یعنی مثلا برای همون بیسموت که عددش در واقع 83 هست، تقریبا تعداد نوترون ها 1.5 برابر تعداد پروتون ها میشه. خب برای قسمت بهش که گفته بود ایزوتوپ های یک عنصر رو چطور پیدا میکنیم، دوباره نگاه کنید این نمودار رو. ایزوتوپ ها کدوم عنصر ها بودن؟ اونایی که زدشون با هم برابر بودن، عدد اتمیشون با هم یکسان. پس روی محور عدد اتمی، روی محور Z، اون عنصر مورد نظر که میخوایم ایزوتوپش رو پیدا کنیم، خب عدد اتمیش رو میدونیم دیگه. از روی اون عدد اتمی خاص در حقیقت یه خط افقی بکشیم موازی با محور N و بریم ببینیم چه تعداد از این نقاط رو قطع میکنیم. هر تعداد نقطه آبی و هر تعداد نقطه زرد که روی این خط افتادن میشن ایزوتوپ های اون عنصر که عدد اتمیشون در حقیقت مشخص بوده و ما دنبال همون میگشتیم. پس به ازای یک زد معین که دنبال ایزوتوپاش میگردیم، با شمارش تعداد دانه های آبی و زرد در امتداد محور N میتونیم هم ایزوتوپ های پایدارش رو بدونیم هم ایزوتوپ های ناپایدارش رو. خب بریم ببینیم انرژی بستگی هسته چیه و تراسای انرژی هسته به چه ترتیب هستن. خب ببینید برای اینکه بتونیم نوکلئون های یک هسته رو جدا کنیم انرژی لازم داریم. انرژی لازم برای این منظور رو بهش میگن انرژی بستگی هسته‌ای. یعنی چی؟ یعنی یه هسته برای اینکه جدا بشه اجزاش از هم و نوترون ها و پروتون هاش از هم باز بشن باید انرژی حتما بگیره. انرژی بهش میدیم تا اینکه هسته بشکافه و تبدیل بشه به نوترون و پروتون، یعنی نوکلئون های تشکیل دهندش.
و یه نکته خیلی جالب این که اگر بیایم جرم این نوترون ها و پروتون هایی که از هم جدا شدن و مجموعش رو حساب کنیم، جرم هسته رو هم حساب کنیم، میبینیم جرم هسته کمتر از مجموع این تعداده. ما انتظار داشتیم برابر باشه دیگه، ما انتظار داشتیم جرم هسته هر چی که هست وقتی جدا میشه به صورت نوترون و پروتون از هم، جمع جرم اینا با جرم هسته برابر باشه، در حالی که میبینیم بیشتره. خب تنها چیزی که میتونیم ازش تفسیر کنیم این که این کاستی جرم رو، اختلاف جرم که بهش کاستی جرم گفته میشن، اگر طبق رابطه معروف انیشتین این مساوی با MC2، اگر این اختلاف جرم و این کاستی جرم رو ضرب در مربع تندی نور بکنیم، یک انرژی به دست میاد که همون انرژی بستگی است. یعنی در واقع میشه گفت این کاستی جرم همون انرژی است که در حقیقت از هسته جدا میشه، چون این هسته رو، این انرژی رو دادیم در حقیقت به هسته تا بتونیم این نوکلئون ها رو از هم جدا کنیم. همین انرژی رو اگر بخوایم به صورت جرم در واقع حساب کنیم، با این رابطه میتونیم به دستش بیاریم. این مساوی با MC2، این M همون کاستی جرم هسته است. لطفاً تعریف کاستی جرم هسته رو بشناسیم. تفاوت بین جرم مجموع پروتون ها و نوترون های تشکیل دهنده یک هسته با جرم خود هسته. خب و همچنین C همون تندی نور، همون 3×10⁸ دیگه، که اگر به توان 2 برسونیم در این اختلاف جرم ضرب کنیم، عددی که به دست میاد انرژی بستگی هسته است. یعنی الان چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم اگر به هسته اون انرژی بستگی رو بدیم، اون وقت هسته میتونه به اجزای تشکیل دهندش، یعنی نوترون ها و پروتون ها باز بشه و نوکلئون ها در حقیقت از هم جدا بشن. خب یه نکته دیگه هم که اینجا گفته، اون اختلاف جرم خیلی عدد کوچیکیه ها، اون کاستی جرم که گفتیم بسیار کوچیکه، اما در عوض C خودش عدد بزرگیه، 3×10⁸ عدد بزرگیه، تازه به توان 2 هم رسیده، میشه 9×10⁻16. یعنی اون جرم خیلی کوچیک چون در یه همچین عدد به این بزرگی ضرب میشه، عملاً انرژی قابل ملاحظه‌ای در واقع حاصل میشه. پس انرژی بستگی هسته معمولاً عددش خیلی بزرگه. خب همونطور که الکترون ها قبلا دیدیم میتونستن برانگیخته بشن و در داخل اتم به ترازهای انرژی بالاتر برن، نوکلئون ها هم در درون هسته میتونن با جذب انرژی به ترازهای انرژی بالاتر برن. اون وقت میگیم هسته برانگیخته شده. اون موقع میگفتیم الکترون ها برانگیخته شدن، حالا میگیم هسته برانگیخته میشه. هسته‌ای که برانگیخته شده میتونه برگرده به تراز پایه‌اش. چطور؟ با گسیل فوتون. قبلا الکترون ها همین اتفاق براشون میافتاد. الکترون هم وقتی برانگیخته بود میخواست برگرده به حالت پایه‌اش یا بیاد تو ترازهای انرژی پایین‌تر، اون اختلاف انرژی رو به صورت گسیل یک فوتون در واقع به اصطلاح پس میداد دیگه، انرژی رو خارج میکرد از خودش. حالا این همین اتفاق داره بر هسته هم میفته. در حقیقت انرژی فوتون گسیل شده با اختلاف انرژی بین تراز برانگیخته و تراز پایه برابر است. درست عین همون قصه ای که برای الکترون ها میگفتیم. پس در واقع نوکلئون ها وقتی انرژی زیادی میگیرن برانگیخته میشن، میرن به ترازهای بالاتر. وقتی برگردن به تراز پایه، اون اختلاف انرژی رو بین تراز برانگیخته و تراز پایه به صورت یک موج الکترومغناطیسی گسیل میکنن و در واقع اون موج الکترومغناطیسی شامل یک فوتونه که انرژیش دقیقاً با اختلاف انرژی بین دو تا تراز برابره. خب برای اینکه نشون بدیم یه هسته برانگیخته است، روی اون نماد عنصر یه علامت ستاره اون بالای سمت راستش قرار میدیم. پس شما علامت ستاره رو دیدین بر روی یک در واقع عنصر، بدونید که یعنی اون هسته برانگیخته شده. و یه نکته بسیار مهم اینه که اختلاف بین ترازهای انرژی نوکلئون ها توی هسته در حد کیلو الکترون ولت یا مگا الکترون ولته، در حالی که ترازهای انرژی الکترون در حد چند الکترون ولت بود. یادتونه موقعی که با پدیده فوتوالکتریک کار می‌کردیم و الکترون ها رو برانگیخته
در نظر می گرفتیم و انرژیشون رو بررسی می کردیم، مثلا انرژی ها در حد 5 الکترون ولت، 4 الکترون ولت، 6.2 این عددا بود. در حد چند الکترون ولت بود. اما انرژی نوکلئون ها توی هسته در حد کیلو الکترون ولت و مگا الکترون ولت، یعنی در حد هزاران الکترون ولت یا میلیون ها الکترون ولت. خب به خاطر همین تو واکنش های شیمیایی، چون انرژی ها اینقدر زیاد نیستن، در حد چند الکترون ولتن، پس هسته ها تو واکنش های شیمیایی معمولا شرکت نمی کنن و برانگیخته نمیشن. پس اگه ازتون پرسیدن چرا هسته ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته نمیشن، جوابتون چیه؟ این دوتا خطه. خب بریم سراغ پرتوزایی طبیعی. در حقیقت پرتوزایی طبیعی که توسط بکرل انجام شد، آغازی بود که به وجود هسته اتم پی ببرند دانشمندان. خب وقتی که یک هسته ناپایدار یا پرتوزا به طور طبیعی یا خود به خود واپاشی میکنه، یک نوع مشخصی فوتون که خیلی هم پر انرژی آزاد میشه که ما به این فرآیند میگیم پرتوزایی طبیعی. پس یه سری از عناصر هستن که به طور کلی ناپایدارن، مثل همون توریوم که مثالش رو گفت یا اورانیوم. اینا به طور طبیعی یا خود به خود بدون که کسی کارشون داشته باشه همچنان واپاشی میکنن در طی مدت‌های مدید و طولانی و یک سری فوتون پر انرژی آزاد میکنن. ما به این پدیده کلا میگیم پرتوزایی طبیعی. حالا توی این پرتوزایی طبیعی معمولا 3 نوع پرتو ایجاد میشه: پرتوهای آلفا، پرتوهای بتا و پرتوهای گاما. اسم اینا رو زیاد شنیدیم و شنیدیم که اینا خطرناک هستن. حالا ما میخونیم خطرناکشون به چه دلیله. خب پرتوهای آلفا کمترین نفوذ رو دارن بین این 3 تا پرتو و توی یه ورقه نازک سربی که ضخامتش خیلی کمه، در حد 100 میلیمتر متوقف میشن. پرتوهای بتا اما مسافت‌های خیلی بیشتری رو نسبت به آلفا طی می‌کنن. مثلا تو سرب تا 0.1 میلیمتر رو میتونن نفوذ داشته باشن. اما پرتوهای گاما خیلی بیشتر میتونن نفوذ کنن و میتونن تو ورقه سربی که ضخامتش در حد 100 میلیمتر هم برن و نفوذ کنن. 100 میلیمتر 10 سانتی متر، مقدار خیلی زیادی نسبت به این دوتا. پس پرتوهای گاما در واقع بیشترین نفوذ و بنابراین بیشترین خطر رو نسبت به این دوتا پرتو دارن. در تمام فرآیندهای واپاشی پرتوزایی، همین پرتوزایی طبیعی یا هر فرآیند به اصطلاح واپاشی دیگه، مشاهده شده که تعداد نوکلئون ها در طی فرآیند واپاشی هسته‌ای پایسته است. یعنی چی؟ یعنی قبل از واپاشی و بعد از واپاشی تعداد نوکلئون ها برابرند. مثل موازنهش فرمول نویسی شیمی بود که داشتیم. اینجا هم همون حالتی که جلوتر حالا میخونیم. خب یه پرسشی داریم اینجا. شکل روبرو طرح آزمایش ساده‌ای را نشان می‌دهد که به کمک آن می‌توان 3 نوع پرتوزایی طبیعی را مشاهده کرد و به تفاوت بار و جرم این پرتوها از یکدیگر پی برد. بچه‌ها همون پرتوهای آلفا بتا گاما در واقع. قطعه‌ای از یک ماده پرتوزا را در ته یک حفره باریک در یک استوانه سربی قرار میدن. اینو کلا میذارن تو استوانه سربی به خاطر اینکه از اطرافش پرتوها خارج نشن و فقط از این روزنه باریک پرتوها بتونن خارج بشن. خب استوانه رو درون اتاقکی میگذارن و هوای درون آن را تخلیه میکنن. پس باعث میشن که این اتاقک خلأ بشه. سپس یک صفحه عکاسی مقابل این حفره قرار میدن و یک میدان مغناطیسی یک نواخت درون اتاقک برقرار میکنن. خطوط قرمز رنگ مسیر حرکت پرتوها را نشان میدن. پس ببینیم این پرتوها خارج شدن، آلفا و بتا و گاما، و ما میخوایم این 3 تا رو تشخیص بدیم ببینیم کدومشون آلفا است، کدوم بتا و کدوم گاما است. نوع بار پرتوها رو هم در ضمن میخوایم مقایسه کنیم. خب این میدان مغناطیسی که اینجا گذاشته شده یک میدان مغناطیسی درونسوه و شما سال گذشته دیگه با درونسو و برونسو که میدونین در حقیقت راستاهای عمود بر کاغذ ما هستن آشنا شدیم. پس میدان مغناطیسیتون درونسوه. در ضمن میدونید هم که
اگر یک ذره باردار در داخل یک میدان مغناطیسی حرکت کنه، از طرف اون میدان مغناطیسی نیرویی بهش وارد میشه که میشه جهت این نیرو رو با قاعده دست راست پیداش کرد. حالا ما در واقع از قاعده دست راست اینجا استفاده میکنیم. به چه ترتیب؟ دقت کنید بچه‌ها. الان پرتوها فقط میتونن توی این به اصطلاح محفظه سربی از این گزنه خارج بشن. پس جهت حرکتشون به چه سمتیه؟ به سمت راست تو شکل ما. اگه یادتون باشه از قاعده دست راست چطور استفاده میکردیم؟ به این صورت که 4 تا انگشت دست راستمون رو بذاریم در جهت حرکت اون بار، یعنی در جهت سرعتش. پس به سمت راست قرار میدیم، به طوری که کف دست ما بردار میدان مغناطیسی خارج بشه. خب الان بردار میدان مغناطیسی از کف دست ما خارج بشه، باید به سمت درون داخل بشه، درون سو باشه. پس این از کف دست ما بردار میدان مغناطیسی به سمت داخل خارج شد. ما حالت سه‌بعدی کشیدیم که شما متوجه بشین. پس این درون سو. در این صورت انگشت شست ما جهت نیروی وارد بر بار مثبت رو نشون میده که اینجا شد به سمت بالا. خب پس الان بین این 3 تا پرتو هر کدوم مطابق با قاعده دست راسته، یعنی بارش مثبته. پس این قسمت بالایی بارش مثبته و بعداً میخونیم که اونی که بارش مثبته آلفاست. حالا من فعلا نوشتم آلفا، تو درس جلسه بعد بهتون میگم که آلفا چرا مثبته. خب حالا اونی که خلاف جهت قاعده دست راست به اصطلاح منحرف شده و بهش نیرو وارد شده، یعنی بارش منفیه. الان میدونیم که این ذره بتاست. پس بنابراین این یکی که خلاف جهت قاعده دست راست، یعنی خلاف جهت انگشت شست ما منحرف شده، یعنی نیرو بهش وارد شده، بتاست. و خب طبیعتا اینی که اصلا منحرف نشده، یعنی هیچ بار الکتریکی نداره و میدونیم که این پرتو گاماست. پس دقت کنید بچه‌ها، این که رفته به سمت بالا طبق قاعده دست راست منحرف شده، بارش مثبته. این که خلاف جهت قاعده دست راست منحرف شده، بارش منفیه. و اونی که اصلا منحرف نشده، بار نداره. یه نکته دیگه هم اینجا دقت کنید. اگه خوب توجه کنید ببینید بتا میزان انحرافش از آلفا بیشتره. اینو باز جلسه بعد میگم بهتون. بتا در واقع از جنسیه که نسبت به آلفا ذراتش سبکترن، جرم کمتری دارن و خب چون نیروی یکسانی داره از طرف میدان بهشون وارد میشه، پس بنابراین چون باراشون حالا ممکن بود با هم برابر باشن، ولی رو جرم کمتر نیرو اثرش بیشتره و بنابراین انحرافش بیشتره. پس این چون سبکتر از آلفاست، پس بنابراین نیروی بزرگتری بهش وارد میشه، انحرافش بیشتره. خب یه چیزم اینجا بدونین، اگر احیانا این به جای اینکه میدان مغناطیسی بود توی میدان الکتریکی هم بود، بازم همینطور منحرف میشد. از ذرات آلفا چون مثبت بودن به سمت صفحه منفی در واقع منحرف میشدن، ذرات بتا که منفی هستن به سمت صفحه مثبت منحرف میشن و بیشتر منحرف میشن چون جرمشون کمتر از آلفا هست، و گاما هم که اصلا منحرف نمیشن. یک شکل رو هم بشناسید اینجا، یعنی این هم اگه بدونید یادتون میفته که آلفاها نفوذشون خیلی کمه، در حد یه ورق کاغذ هم میتونه آلفا رو متوقف کنه. بتاها در حد مثلا دست انسان میتونه متوقفشون کنه و گاماها خیلی خطرناکن چون از دست ما رد میشن و تا 10 سانتی متر توی ورقه سربی هم میتونن وارد بشن و نفوذ کنن. به خاطر همین پرتوهای گاما خیلی خیلی خطرناک هستن. خب امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد که این مبحث رو کامل میکنیم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.